پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف 4 حزب و حرکت اپوزیسیون تاجیک در اروپا که فعالیتش در تاجیکستان فعلا ممنوع است، در یک اظهارات 6 سال حکم زندان شهیده محمدجانوف، مادر بلاگر مقیم آلمان شهزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن 00 را عمل کاملا غیر قانونی و خلاف همه معیارهای حقوق بشری نامیده شدیداً محکوم کرد. پیمان ملی از اهل جامعه تاجیکستان بخصوص روشنفکران و بانوان خواست در برابر این قضیه سکوت اختیار نکنند و نگذارند که یک مادر بیگناه به خاطر عملهای فرزندش مجازات شود. اپوزیسیون تاجیک همچنین از سازمانهای حامی حقوق از جمله حامیان حقوق زنان دعوت کرد که با هر راه ممکن برای آزادی شهیده محمدجانوف تلاش نمایند و نگذارند که مجازات مادران به جای فرزندان به یک عنعنه تبدیل شده عمل مشروع دانسته شود. مقامات تاجیکستان تا کنون حکم زندان این زن 45 ساله ساکن شهر وحدت را شرح ندادند. دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 7 اپریل همگی بعد چند ساعت شروع مرافعه پروندهش شهیده محمدجانوف مادر بلاگر عبدالرحمن 00 را با اتهام افراطگرایی به 6 سال زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده بود. افراطگرایی محمدجانوف طوری از مواد پروندهش برمیآید از نشر 2 شرح در زیر ویدیوها در یوتیوب عبارت بوده است. عبدالرحمن 00 که چند سال باز در آلمان به سر میبرد و با ویدیوهایش در موضوع منع ستر و حجاب در تاجیکستان نام برآورده است، حکم زندان مادرش را گاوسود نامید. او گفت مادرش را فقط برای ابراز نظر در اینترنت به 6 سال زندان محکوم کردند. این چنین معنا دارد که هر کس فکرش از نظر مقامات تاجیکستان فرق میکند اکستریمیست است، گفت عبدالرحمن 00 به بامداد. در دادگاه نماینده دادستانی محمدجانوف را به آن متهم کرد که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفداری کرده در یوتیوب در زیر نوار پسرش عبدالرحمن 00 و هم یک نوار اسلام پلوس مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. در میانه های ماه ینور سال 2022 کارمندان اوباب تلفن شهیده محمدجانوف را برای تفتیش گرفتند و روز 3 فوریه او را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده به حبس گرفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها بعد یک هفته بازداشت شهیده محمدجانوف را تصدیق کردند و گفتند که او بر اساس ماده 307 علاوه 3 به تشکیل فعالیت سازمان افراطی عیبدار می شود. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوعی است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمانهای بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شنوند، ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کنند و می‌گویند که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند.